این آپارتمان در منطقه لیکشور توسط یکی از بیلدرهای شناخته شده به نام ترایدل ساخته شده. تو این منطقه شما دسترسی راحت به وسایل نقلیه عمومی دارید، دسترسیتون به سابوی و همچنین به شاپینگ سنترها و رستوران ها خیلی راحته. از اینجا شما ویو خوب لیک رو دارید و همچنین ویو شهر. لیوینگ روم و داینینگ روم این آپارتمان هستش. این آپارتمان دقیقاً مثل یه هاوس میمونه، حتی یه فامیلی روم بزرگم داره. این هم آشپزخونه‌اش هستش. ترایدل برای اپلاینسش هم از برندهای خوب استفاده میکنه و همچنین متریالی که تو پروژهش استفاده میکنه از متریال خوبیه. به خاطر همینه که وقتی ساختمان‌های ترایدل و بیلدرهای امثال ترایدل 20 سالم داخلش باشید، مینتیننس به راحتی افزایش پیدا نمیکنه و شما با خیال راحت میتونید این آپارتمان رو مدت‌های طولانی نگه دارید. اینجا فامیلی روم این آپارتمانه. همونطوری گفته بودم این آپارتمان تمام فضاها رو مثل یه خونه داره. فامیلی روم، لیوینگ روم، داینینگ روم. این آپارتمان 2 خوابه، هر خواب واشروم خودشو داره و هر کدوم دسترسی به بالکنی داره و از بالکنی شما میتونید ویو دریاچه و همچنین شهر رو داشته باشید و همچنین از فامیلی روم